جدید از چنل دیانا. بچه ها من چند تا وسیله گرفتم و اومدم با شما آنباکسینگش میکنم. چند تاشونم باز کردم ببینم چجوریه، مثلا خراب نیست. اولین چیزی که میخوام به شما نشون بدم اینه بچه ها، خیلی کیوته، مثل اسلایم و این چیزا میمونه، خیلی احساس خوب بهتون میده. من خیلی اینو دوست دارم. بعدشم بچه ها این شخصیت یه کارتونیه، یعنی یه انیمیشنیه، نمیدونم مال کدوم انیمیشنیه، فقط عکسشو دیدم مثلا تو یه تلویزیونا این چیزا تبلیغش میکنن. خیلی خوشگله. اگه شما اسم این انیمیشن رو میدونین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی بامزه است، احساس خوبی هم بهتون میده و یه ماده سفیدم توشه. ها انگار چیزه، چی بود اسمش، برف شادیه. خیلی بامزه است، خیلی دوستش دارم. بعدشم این پلاستیکش پاره بود، باز شده بود، رفتم خریدم، پلاستیکش پاره بود باز شده بود ولی استفاده نشده. خیلی گوگولیه، خیلی بامزه، بهش 10 از 10 میدم. خب یه محصول دیگه هم این دستمال مرطوبای کوچولوه که من خیلی دوستشون دارم، چون یه ویدیوی دیدمشون، یکیشون افتاد من برم برش دارم شاوردمش که اینا خیلی گوگولین و من توی یه ویدیویی دیدمش، در همین به خاطر همون ویدیو گرفتمش. خیلی بامزه است و من خیلی دوستش دارم. یه خرگوشش هم دارم که اون خیلی گوگولی بود. من رفتم بازار، طرحهای مثلا شیر و زرافه و فیل داشت. من فیلشو گرفتم چون خیلی دوست دارم فیلو، عاشق فیلم. 8 تا، این 3 تا، اینم 5 تا، اینم 5 تا. رو هم کشیدمشون چون گفتم اگه این 3 تا رو بزنم روشون میفته. حالا بریم سراغ چیز بعد. راستی بچه ها به اینا هم 10 چون خیلی گولین. بعدشم آخر سر با هم دیگه بازش میکنیم. بچه یه مدل خرگوشی هم دارم، فکر کنم بهتون گفتم یا نه، من یادم رفته. الان میرم اونم بیارم بهتون نشون میدم. بچه آوردمش، ایناش خیلی گوگولیه، خیلی بامزه است، خیلی دوستش دارم بچه ها. اینم گرفتم، فقط یه دونه ازش مونده، همش تموم شده. خیلی خوشگله. از اینجا باز میشه، خودش سلامت داده. اینجا این فلشه خیلی خوبن و کیوتن. اگه شما هم میخواین بریم بگیریم. چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این عطر است، خیلی بوی خوبی میده. یارا عطر یارا، خیلی بوش خوبه، من خیلی دوستش دارم. توی کیفم میتونیم بذاریم، واقعا این عطر یارا خیلی خوبه، میتونیم توی کیفتونم بذاریم. بعدش هم فکر کنم کمه، نمیدونم چون این گوش بود، فکر کنم کمه. گفتم شاید ازش استفاده کرده باشه. بریم به این هم عطر یارا، من یادم میاد، به این هم عطر یارا 10 از 10 میدم. خیلی خوبه و بوش خیلی خوبه، واقعا عطر یارا خیلی خوبه. من توسیشو گرفتم. رنگای دیگه هم داشت، مثلا اونو بوی مختلف داد هر رنگش. خیلی خوبه عطر یارا. حالا بریم سراغ چیز بعدی.
این بچه ها چیزه تفنگه با دستبند و تیراشم زیرشه. بریم با هم دیگه بازش کنیم. بچه من اینو گرفتم که مثلا شوخی کنم با وقتی مثلا هر موقع مامانم خالم مامان جونم میرن بیرون یا مامانم میره سر کار مثلا باشون شوخی کنم اینا رو بزنم بهشون بعدشم چیز کنم دستگیرشون کنم. بچه این تفنگش خیلی تفنگش بود ولی چرا تیرش کوچیکه؟ تیرش خیلی کوچیکه فکر کنم خرابه. اینم دستبندشه که کلید نداره. من فکر کردم کلید داره. اینجوری چیز میشه اینجوری هم میزنیم بسته میشه و دیگه بازش بذاریم من ببندم بعد اینجوری بازش خیلی خوبه. تیرش رو امتحان کنیم فکر کنم خرابه این تیرش. نه درسته خیلی خوب بود قشنگ خود به همون هدفی که میخواستم. این تیرش هم امتحان کنیم. نزدم به گوشیم چازه خودشم از اینا داره میتونیم بس کنیم به دیوار بزنیم به هدف و خوب شد که قشنگ درش آوردم. به اینم 10 از 10 میدم. خیلی خوب و خیلی تیر میزنه مثلا خیلی خوبه مثلا دقیق میزنه به هدف خیلی خوبه. بذاریمش پایین. حالا بریم سراغ چیز بعد. این بچه این چیزه نمیدونم اسمش چیه خالم گفت این خیلی خوبه به من گفت چجوری استفاده میشه. بچه من سفیدش رو گرفتم چون سفیدش خیلی خوب میده. بچه ها اینو وقتی از همون برمیگردین اینو بازش میکنین یه چیز اینجوری هم داره اینو چیزش میکنین بازش میکنین بعد اینجوری نمیخوادم فکر کنم بازش کنین چرا بعد اینو بازش کنین و اینجوری بزنین به گردنش و به هر جایی که میخواین بزنین. پوشم خیلی خوبه خیلی ازش راضیم خیلی خوبه. از برند فوتویی نمیدونم آره فوتویی خیلی خوبه. جعبش هم بهتون نشون بدم اگه شما خواستین بگید. بچه من این همه محصولات رو که میگیرم از عراق میگیرم بچه ها. اگر شما یه روز اومدین عراق میتونین تهیه کنید. بریم سراغ چیز بعدی. این دوربینه بچه ها من گرفتم مثلا برای شوخی اگه مثلا من دور باشم مثلا بتونم سقیه رو ببینم پای مکیاژ قایم بشم ببینمشون بزنم. دوربینشم خیلی اینم بندشه اینم مثل کسایی هست که تازه میرن سربازی. چرا اینقدر تاره الان دوربین خیلی نزدیک شد ولی تاره بعد فکر کنم شیشاش کثیفه. خیلی تاره بچه ها راضی نمیدم از این بهش 5 میدم. شکلش خیلی باحاله من خیلی خوشم اومد ولی تاره
بهش 5 تا این بعدش عوض میکنم توش. خوب شد تا دیدمش. چشم داد گرفت. بهش 5 به دوربین خیلی بد بود. اینم بذاریم چیز بعدی این گیره هاست که من خیلی لباسای مثلا نارنجی و صورتی و کرمی و قهوه‌ای این چیزا داره. مثلا این گیره ها به لباسا میاد. بریم بازش کنیم. دوست دارم برچسبشو بازش کنم. فقط میخوام اینشو باز کنم. اینشو باز نمیکنم. تا همینجا بازش میکنم. یادم نمیخواد بازش کنم. تموم شد. چسبش خیلی گیره هاش قشنگ. چیزش بچه خیلی گیره خوبه. خیلی دوستش داشتم. بریم سراغ چیز بعدی، چیز آخر. بچه من از اول یعنی یه بار همکرایی گرفته بودم. بکنم برشون آنباکسینگ کرده بودم یا نه. این یه دونه همکرایی از اول گرفتم ولی این شکلش به اون چیز فرق میکنه. فکر کنم موقع برشون آنباکسینگ نداشته بودم چون فکر کنم اون موقع هنوز چیز نساخته بودم. اینه که خیلی من از اول گرفتم چون خانم کلای هام روش تمام شد. اینم رنگاش. این رنگ سفیده خیلی خوبه. من از اول گرفتم. فعلا اینا رو استفاده نمی کنم بچه ها چون وقتی اون همکران همشون کنم. خب بچه ها اینم بود از ویدیوی من. امیدوارم که از ویدیوی من خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی با من خدافظ.